ریحان رو، سبزی ریحان رو بجوشونه تو روغن بادام شیرین، صاف کنه، این روغن رو بچکنه تو گوشش. بعد 6 ماه گفت حالا سمعک رو با سمعک میشنوه دیگه. از شهر کرد اومد دیگه به عنوان معجزه تلقیش. گفتم این معجزه نیست، واقعا میشه گوش رو رشد داد. تو همین قاموس کریهای پیرمردان پیرزنان میشه درمان کرد. دوباره با کمک همین روغن بشورید کری دوباره برمیگرده. چرا کری ایجاد شده؟ به خاطر اینکه سردی اعصاب گوش بالا رفته، کری ایجاد شده. شما مثلا 1 لیتر روغن بادام شیرین رو مثلا 3 کیلو ریحان بریزید توش و 1 لیتر یا 2 لیتر آب، اینقدر میجوشونید تا کل آب تبخیر بشه. کل آب که تبخیر شد، حالا مواد مؤثر ریحان محلول شده توی روغن، صاف میکنید، از این استفاده میکنید. کر مادرزاد 12 سال رو درمان